2 سال پیش یکی از رازهای زندگیمو به یکی از دوستام گفتم. با اینکه بهش اعتماد داشتم، اما این رازو پیش خودش نگه نداشت و دهن به دهن چرخید تا به گوش خودم رسید. جالبیش اینه که یه سری حرفا به صحبتهای من اضافه کرده بودن و این بیشتر دلمو سوزوند. سلام رفقا، من حسین صبحانی ام، یه روانشناس عاشق با 5 سال سابقه در زمینه توسعه فردی و توی کانال آگاهی تا آفرینش برای زندگی بهتر تلاش میکنیم. چقدر شده که از گفتن بعضی حرفا به بقیه پشیمون شدی و با خودت گفتی دیگه با کسی درد و دل نمیکنم. امروز میخوام یه قانون بهت بدم تا دیگه به این مشکل بر نخوری. 5 تا از مواردی که نباید به هیچ کس بگی رو در موردش حرف میزنیم و با هم پیش میریم. قبل از اینکه مورد اول رو بگم، منو سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن تا از ویدیوهای بعدی من مطلع بشی. مورد اولی که نباید در موردش با کسی صحبت کنی آرزوها و خواسته هات هستش. خیلی از آدم‌ها ذهن محدودی دارن و تو اگه در مورد آرزوهات بهشون بگی مسخرت میکنن، ناامیدت میکنن و حتی میزنن توی ذوقت. مثلا تو آرزوت ماهی 100 میلیون درآمد داشته باشی و یه روز که داری با دوستت صحبت میکنی بهش میگی که چنین آرزویی داری. اونم شروع میکنه بگه مگه با این اوضاع میشه؟ مگه چنین پولایی برای ماه؟ اصلا حالا این همه پول در آوردی، تهش که چی؟ با این پولا به جایی نمیشه رسید. پس یادت نره خواسته هات رو پیش خودت نگه داری. مورد دوم اینه که هیچ وقت در مورد اعتقاداتت با کسی نمیخواد حرف بزنی. اینکه تو به چه چیزهایی اعتقاد داری به دیگران ربطی نداره و بیشتر اوقات باعث قضاوت و کدورت و تمسخر و اینجور مسائل میشه. پس اعتقاداتت رو برای خودت نگه دار و حتی در مورد اعتقادات بقیه هم کنجکاوی نکن. سومین مورد میزان درآمدته. همیشه گفتن نذار کسی بفهمه درآمدت چقدره. حتی ثروتمندترین آدم‌های جهان هم درآمد دقیقشون رو به کسی نمیگن و پیش خودشون نگه میدارن. تو اگه درآمدت رو به کسی بگی یا تمسخر میشه که درآمدت از اونا کمتره یا اینقدر کار میکنی یا درآمدت پایینه و یا اینکه بهت حسادت میکنن چرا درآمدت ازشون بالاتره و میخوان زمین بخوری تا ضعف خودشون به چشم نیاد. مورد چهارم اینکه در مورد مشکلاتی که در رابطه با همسر یا پارتنر عاطفی خودت داری به کسی چیزی نگو. چقدر زندگی هایی که به خاطر مشورت ها و توصیه های غلط دیگران به کلی نابود شده. چند وقت پیش یه خانومی اومد پیشم و گفت اصلا رابطه خوبی با همسرم ندارم. 2 سال پیش رابطمون سرد شده و دعوا داشتیم تا دوستمون بهم پیشنهاد داد بچه دار بشیم تا اوضاع بهتر بشه. ما هم گوش کردیم و بچه دار شدیم، اما بعد از بچه دار شدنمون رابطمون بدتر شد. با این توصیه غلط هم مشکل اساسی این زن و شوهر حل نشد، هم یه بچه بیگناه از همین الان شاهد چنین اختلافات بزرگی توی خانواده‌شه. و اما پنجمین و مهمترین مورد اینه که در مورد نقاط ضعف و مشکلات اساسی که داری به کسی چیزی نگو. قبل از اینکه دلیلش رو بگم این ویدیو رو بفرست برای بقیه تا اونها هم بتونن از این مسائل آگاه بشن. یه دختر خانومی اومد پیشم و گفت به یک پسری اعتماد کردم و هر مشکلی پیش می اومد بهش میگفتم و باهاش درد و دل میکردم. اونم خیلی باهام همدلی میکرد و همراه هم بود تا اینکه یه روز گفت یا با من ازدواج میکنی یا تمام این مسائل رو پخش میکنم که همه بفهمن تو چه زندگی داری. گفتن مشکلات و اتفاقات زندگی به دیگران بسیاری از مواقع به ضررمون تموم میشه، چون یا باعث خوشحالی بقیه میشه یا یه روزی ازش سوء استفاده میکنن. تو اگه مشکلی داری یا نیازی به گوش شنوا داری برای حرفات، برو پیش یه مشاور. اونجا امن ترین مکان دنیاست برای حرفای تو. حالا که به آخر ویدیو رسیدیم، تو هم یه مورد رو برام کامنت کن که چی رو نباید به هیچ کسی بگیم. منتظر ویدیوی بعدی باش که مثل این موضوع خیلی بهت کمک میکنه.